اگه بخوام توضیحات کلی در مورد اسپری بدن ها و بادی اسپلش هایی که ما توی لاین لدرا فرگرنس داریم بهتون بدم، باید بگم که خب 6 تا رایحه داره، 2 تا زنونه، 2 تا مردونه و 2 تا اسپورت که هم خانم‌ها میتونن استفاده کنن هم آقایون. نکته بعدی در مورد بادی اسپلش ها اینه که اینها 120 میل هستن و بازه مصرفشون خیلی طول میکشه. فکر میکنم یه نفر بتونه یه بازه 4 تا 6 ماه از اینا استفاده کنه و هزینه خیلی خوبی بابتش انجام میده. یعنی قیمت خیلی مناسبی داره این بادی اسپلش ها. به علاوه اینکه خب بادی اسپلش های پای آب خیلی بهترن، چون به پوست بدن آسیبی نمیرسونن، ضرر نمیزنن و داخلشون از ترکیبات فلزی مثل آلومینیوم کلراید هم استفاده نشده که باعث بستن منافذ بدن بشه و جلوی تعریق رو بگیره. کاری که این بادی اسپلش ها انجام میدن اینه که خب روی سطح پوست ما میمونن و یه فضای آنتی باکتریالی رو ایجاد میکنن که جلوی رشد بوی در واقع نامطبوعی که به خاطر عرق کردن و گرما و تاریکی ایجاد میشه رو میگیره. گلیسرینی که داخلش به کار رفتن باعث لطافت و نرمی پوست ما میشه. اما در مورد نوت بوها و رایه هایی که این بادی اسپلش ها دارن، خب بریم سراغ مردونه ها. توی مردونه ها لیدرشپ یه رایحه فرش داره و به خاطر ترکیباتی که داره گرمه و تا حدی شما احساس تلخی هم میکنید توی این پرفیوم، ولی احساس خنکی و فرشی رو ازش دارید. رایحه بعدی لول اپه که لول اپ رو من خودم خیلی دوست دارم، نامبر وانه برای من، به خاطر اینکه رایحه آروماتیک داره، بوی ترنج و بوی میوه و بوی گل‌های ملایمی که داخلش به کار رفت باعث میشه که یک احساس آرامش بخشی رو داشته باشید و همون آروماتیک به نظر من بهترین تعریف برای این بادی اسپلشه. اما در مورد زنونه ها اتیتیود یه رایحه گلی داره، ولی کوین رایحه گلی و میوه‌ای داره. این خیلی خنکه کوین رایحه‌اش و پراکندگی خیلی زیادی داره، نسبت به همه اینها عطر غالب تری رو داره. اما من خودم اتیتیود رو بیشتر دوست دارم، به خاطر اینکه نوت بوهای گرم هم داخلش به کار رفته، یه مقدار گرمتر و گاهی به سمت تلخی هم میل میکنه و شما احساس خوبی از اتیتیود میگیرید. اما اگر رایحه‌های خنک رو دوست دارید و گلی و میوه‌ای، قطعاً کوین میتونه بهترین انتخاب باشه. بریم سراغ بادی اسپلش های اسپورت یا یونیسکسی که هم آقایون میتونن استفاده کنن هم خانم ها. رایز and شاین. رایز و شاین. رایز و شاین، رایز یک رایحه بوی چوبی داره و ترکیبات گلی که داخلش به کار رفته احساس خیلی دلنشینی داره. رایحه گریپ فروت و ماندارینی که داخلش به کار رفته رایحه‌اش رو دوست داشتنی کرده و لذت بخش کرده. اما شاین رایحه گرمی داره، از سری نوت بوهای شرقی محسوب میشه به خاطر زعفرونی که داره و بادامی که داخلش به کار رفته. نوت بوهای اولش شما احساس گرمی و شیرینی زیادی رو حس میکنید. در کل بخوام بگم در مورد همه این بادی اسپلش رو همشون خیلی دوست دارم. اولویت اول خود من لول اپه، بعدش رایز رو خیلی دوست دارم و اگه بخوام بین زنون رو انتخاب کنم قطعا اتیتیود رو انتخاب میکنم. اما خب نوت بوها و رایحه یه چیز سلیقه‌ایه و شما میتونید بر اساس سلیقه خودتون این بادی اسپلش ها رو تهیه کنید.